برده، یعنی ساعت نابود کرده. یعنی من اینو میخواستم ببرم پیش ساعت سازی، قطعا میگم و ببری شکسته بندی قطعات رو با هم یه جوری درستش کن، بعد بیار که بازم فکر نکنم آخه قبول کنه. نگاه کنید تو رو قرآن. خب میریم سراغ تناجه سالم ساعت که عملا هیچ کارایی نداره، شیشه و 2 بند و کاور دورش. نابود شده ساعت تو رو قرآن. خب بریم سراغ قسمت بعد. عقربه نداره و ساعتی که میبینید اصلا چیزی به نام عقربه نداره. اون عقربه که میبینید اون عقربه نیست، شکل ایزا. و متاسفانه کنده شده. یعنی ما بخوایم وصلم بشه ساعت رو ببینیم و تو ذهنمون یه ساعتی در نظر بگیریم و عملا انرژی خورشیدی هم استفاده کنیم این کار نمیکنه و عملا هیچی نداره فقط. خب بریم سراغ بعدی. و اینو چی کار کنم من؟ کجای دلم بذارم؟ وسط ساعته که کنده شده. وسط ساعت. خب بریم قطعه بعدی. جایی که باتری میخوره و قطعه‌ای که باتری میخوره اینم در آورده و به اینم رحم نکرده. و بعدش ببین اصلا این واقعا زحمت داشت. یعنی با چه هزار بدبختی من تونستم اینو از جاش در بیارم و اصلا باتری نداره در کل. ببینید تو رو قرآن. هر چند که نگفته نماند، اومدم براش درست کنم اینطوری کردم ایزان. و قطعه بعد بله باتری ساعت پیدا شد. یعنی به کوچکترین قطعه هم رحم نکرده، از کوچکترین قطعه تا بزرگترین قطعه رو همه رو با هم و متاسفانه در آورده. خوشبختانه خودم میرسه بعدش. و حتی به اون باتری که به قول گفتنی داخلش بود رحم نکرده. و بریم سراغ قسمت آخر که دیگه ساعت بسته میشه. و این حالا اینو چجور در آورده نمیدونم، ولی به هر حال اینم خیلی سخت بود، ذهنم اسفالت شد. و به هر حال اینو در آورده تا ساعت به این صورت در آورده. ماشین مشت منلی نه بوق داره نه صندلی، دین دیرو دین 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 دین. حالا براتون شاید سوال باشه این قطعه چیه این وسط؟ ربطی به ساعت نداره. من یه بار رفته بودم یه جایی، مهمونی بود، خوابیده بودم، بعدش بیدار شدم دیدم ساعته نیست دیگه. ما هرچی پرسجی که کسی گردن نگرفت، حالا کارا کی بوده خدا داند. و تنها چیزی که ازش باقی موند همین شارژرشه و عملا با این بعد بذارم دم کوزه آبش بخورم. تنها قطعه‌ای که باقی مونده و به کارم نمیاد همینه و بقیه‌اش نیست. خب تا ویدیو بعد فعلا خدا حافظ بچه‌ها.